سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه آموزش دیگه از نرم افزار ماهو در خدمتتون هستم. من علی اسماعیلی هستم از گروه زیرو فریم. یه 15 قسمتی قبلا ضبط کردیم در مورد آموزش ماهو و احتمالاً یه چند جلسه دیگه ضبط کنیم بر اساس سوالاتی که از همون میپرسین. میگین که مثلا مشکل رو داریم، مجبوریم که چون سوالات رو توی حالا پیام یا یه جمله نمیتونیم بگیم. مثلا حالا الان سوال اینجوری شده که مثلا ما یه المانی داریم، یه مثلا حالا جعبه، نمیدونم، حالا یه میکروفون، یا حالا توی کاراکتری که الان داریم میدونین سکانسی که میخوایم حالا درست کنیم از با این کاراکتری که الان داریم، مثلا یه بیل دست کشاورزه. اینو چجوری انجام بدیم؟ یه کاراکتری داریم، ریگ بندیش هم انجام دادیم طبق آموزشایی که جلسات قبلی گفتیم، همه این کارا انجام دادیم. حالا چیکار کنیم که حالا یه مثلا بیل بهش اضافه کنیم، مثلا این بیل بتونه دستش بگیره. و پرسیدم که خب من اگه مثلا یه المانی بهش اضافه کنم دفرمه میشه، به هم میریزه، اون اثر اون استخوان روش میفته و مثل آدامس کش میاد. چیکارش کنیم؟ ببینید، حالا بحث ریگ بندی و این چیزا رو دیگه یاد گرفتید و یاد نگرفتین. توی کلیپ‌های قبلی دیگه کامل گفتیم، چند روش ریگ بندی هم انجام دادیم. دیگه اینا رو تو ذهنتون باشه که ما یه کاراکتری داریم، پوشه بندی، ست اورژین، ریپرنت کردن، همه این کارا انجام دادیم. ما فقط حالا کاراکتر آماده است، یه جایی نیاز شده که یه المانی به این کاراکترمون اضافه بشه و بتونه نگهش داره. یعنی اگه دست کاراکترمون اونجا مثلا با منیپلیت جابجا می‌کنه، اگه دست کاراکترمون جابجا شد اونجا نمونه و هر دفعه نخوایم با این تنظیمش کنیم و نمیشه. اصلا خیلی افتضاحی میشه اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم و این با دست بمونه، دنبال کنه، بچسبه به این دسته. مثلا اگه بیله، این حالا کشاورزه، بیل دست این بچسبه، کف دست این بچسبه. وقتی من دست تکون میدم این بیل هم باش باشه. ببینید من حالا یه المان بیل اضافه میکنم. اینم بیلمون. این بیل رو میخوام بدیم دست این کاراکترمون. حالا من همزاویه با کف دستش میکنم که یه مشکل نداشته. این بیل رو ما قرار بدیم دست این کاراکترمون. من ستورژنش هم بذارم اینجا چون از این محور باید حرکت کنه. اگر من اینو بیارم بذارم توی پوشه دست که اینجا باشه، روی همه حالا پوشه ها باشه، روی سویچ پوشه ها باشه، حالا یکم باید بزرگترش اینجا باشه. ببینید شما بیاین فریم یک، هم بیاین فریم یک و یه تغییری انجام بدید، یه حرکتی انجام بدید، کلا کاراکتر اون وکتورتون به هم میریزه و مثل آدامس کش میاد. این خوب نیست. باید چیکار کنیم؟ این کیفر من پاک کنم. باید اولین کاری که انجام میدید اینه که بهش بگین که این بیلی که ما اینجا داریم و موهو بیا چیکار کن، اصلا در ازش نگی، یعنی استخوانی روش اثر نذاره. پس باید دوبار روی اون لایه وکتور، اون بیل، حالا میکروفون یا حالا هر جعبه، هر چیزی که دارید، دوبارش کلیک کنید به تو تنظیمات، سربرگ ایمیج و بگین که you are using bones، یعنی این استخوانا اثری روی این نذارن، استفاده نکنه از این، هیچ استخوان از این استفاده نکنه. وقتی این تیکو برداریم میگیم آقا دیگه از این هیچ استخوان از این وکتور ما، از این المانی که داریم استفاده نکنه، اثری روش نذاره. وقتی اوکی میکنید دیگه استفاده نمیکنه. ببینید الان وقتی دیگه هیچ اتفاقی نمیفته، باهاش هم تکون نمیخوره، دیگه ازش جدا میشه. حالا چیکار کنیم که به دست بچسبه؟ چون اولش که خب اینجا هست، یعنی وقتی من اینو بزنم که باز بشه کاراکتر، که اینم میدونید چه جوریه دیگه، وقتی حالت عکس داریم ریگ بندی میکنیم تو فریم صفر اصلا باز میشه و ما اول کار این المانا رو از هم دور میکنیم، ریگ بندی میکنیم، به خاطر باز شد. تعجب نکنید، حتما کلیپ های قبلی رو ببینید.
این ریگ بندی توی حالت عکسه، یعنی حالت ستاره‌ای باید فاصله بدیم بخاطر باز میشه. خب حالا اینجا چجوری بهش بفهمونیم که این المان به این کف دست بچسبه؟ ببینید چون حالا کاراکتر ما رو حالت عکس ریگ بندی شده و تمام الماناش عکسه و ما اینجا باید از یکی از ابزارهای قسمت لایر استفاده کنیم به اسم فالو پچ و معنیش اصلا از اسمش مشخصه، کاربردش مشخصه. دنبال کن یه مسیر و یه سری نقطه و خط. خب ما اینجا هیچ نقطه و خطی نداریم، ما همش عکسه و باید چیکار کنیم؟ باید توی پوشه دست یه دونه وکتور داشته باشیم. وکتور رو نقطه و خطه، بزنیمش پایین ترین لایه. دقت هم کنید حواستون باشه از پوشه دست خارج نشه. اگه این فلش بزنی نباید چیزی بیرون باشه. بزنید پایین ترین لایه و بیاین چیکار کنید؟ یه شکلی بکشین. وقتی شکل میکشین توی مهر فرقی نمیکنه چه شکلی هم باشه، کوچیک باشه کف دست و این المانی که ما الان کشیدیم اینه. وقتی اینو میکشیم توی فریم 0 هم باشین، لایه وکتور باشه، میتونیم بکشیم. وقتی بکشیم اینا ما دیگه نقطه و خط داریم، مسیر داریم. حالا میتونیم بی روش کلیک کنیم و بگیم که بعد این حالا وکتوری هم که داریم اثر میذاره اون استخوان روش دیگه، یعنی هر جایی که دست رفت اون وکتور هم حرکت میکنه. حالا میتونیم به بیل بگیم که به این بیل، به وکتور بیل بگیم که خب فالو کن، این دنبال کن این نقطه و خطایی که اینجا توی این وکتور داریم. اینجا میزنیم روی، حالا پیداش کن. آره وقتی میزنی یه پرشی پیدا میکنه، دور میشه ازش. بعد باید با ترانسفورم لایر جابجاش کنیم، تنظیمش کنیم. الان بهش گفتیم که بیا چیکار کن، هر جایی که این نقطه و خطا رفت تو هم برو، تو هم حرکت کن. و اگه نگاه کنی روی اون لایه وکتورمون هم روی لایه بیلمون هم یه فلش گذاشته، یه شکلی اومده روش. وقتی این شکل اومد بدونی که کارتون درست شده، یعنی انجام شده و اون فالو رو داره انجام میده. حالا نگاه کنید اگر بیان روی لایه بون منوپلیت رو بزنید، حالا باید دوباره یکم خوب شد. اگر حالا دست تکون بدیم، ببین وقت دست تکون میخوره اون بیله هم باهاش جابجا میشه. فقط یه روتیت کردنه که باید انجام بدی. یعنی مثلا شما میخواین این بیله بیاد روی دوش این کشاورزمون و همینجور که راه میره رو دوشش باشه. خب این خودش دنبال این میاد، فقط یه روتیت کردن که باید تنظیم کنین، روتیت رو انجام بدین. یکم جایگذاری نیاز. خب یه روتیت کردن رو باید انجام بدید، بقیه کار حله. یعنی اگه قرار باشه اینجا حالا راه بره، که حالا توی آموزش بعدی راه رفتنم بهتون یه آموزش میدم که راه بره توی سیکل مختلف، راه بره، دویدن و راه رفتن معمولی. تو اینجور که میخواد راه بره یا حالا مثلا سرش تکون میخوره، دستش تکون میخوره، این بیله باهاش میاد. حالا توی بیله یکم حالا در سر دارین چون ممکن بیفته زیر وکتور بدن، یکم حالا باید تنظیم کنی. اگر مثلا یه خواست بالا رو نگاه کنه، این باید چیکار کنید؟ اینو روتیت کنید. ببینید اینجوری حالا بالا پایین نگاه کرد، بالا نگاه کرد، پایین. اینجوری میتونید چیکار کنید؟ این سکانسی که میخوای مثلا قرار این کار این کشاورزه مثلا توی زمین راه بره با بیلم رو دوش داشته و این سکانس هم مثلا دارید دیگه، نیاز نیست که مثلا اون ریگ بندی خودتون رو تغییر بدین. این یه حرکت با فالو پچ میزنید و این وکتور رو به کاراکترتون اضافه میکنید. حالا توی این یکم درصد ممکن شما یه خواننده داشته باشید که یه میکروفون حالا قرار بشه اضافه، اون کاراکترتون حالا خواننده شده و میخواین یه میکروفون بهش اضافه کنین، خیلی راحت تره. یا مثلا سوال پرسیدین که مثلا یه قاب عکس رو دنبالش ببره بذار روی دیوار. خب این قاب عکس اینجا باید به این دست بچسبونید، ببرین جلو، راه بره مثلا برسه به اون دیوار. به اون دیوار جایی که قراره بذاره دستتون رو حرکت بدین که این وکتورتون برسه به اون جایی که قراره قاب عکس برسه. تا رسید یه دونه از همین هم داپلیکیت از قبل داشته باشین روی دیوار
اونجا که رسید مثلا اینجا که رسید مثلا، خب بیاین چیکار کنید 2 بار روش کلیک کنید، animated effects رو بزنید که این این مقادیر که اینجا هست رو بتونید کیفریم بدید. میگیم که خب تا قبل از این بوده، حالا قرار رو دیوار باشه. وقتی ایستا میزنیم روی دیوار، تو دستمون که نیستی، اون المانی که فالو کردیم و تو دسته رو صفر کنید، دقیقا اون دوپلیکیت که ازش گرفتین 200ش کنید، برعکس هم دیگه. حالا قبل یه فریم قبلش هم این باید 100 باشه، نه این باشه. ببینید اگر این یه فریم قبل 100 نکنیم، یهو از اینجا که حالا 100 یهو یواش یواش یعنی میاد چیکار میکنه، محوش میکنه. شما باید این عمل محو کردن توی یه فریم انجام بدی، نباید اینو فراموش کنی، چون انیمیشن رو خیلی بد میشه. اینجا باید 100 باشه، توی یه فریم بشه 0. یعنی این قاب عکس گذاشتن روی دیوار 0 شده دیگه، تو دستتون نیست. یه دو داپلیکیت از همین حالا قاب عکس مثلا گذاشتید روی دیوار، دقیقا وقتی رسید به اونجا، تو هم فریم که رسید و دست رفت بالا که قاب عکس بذاره، اون قاب عکس که فالو کردین توی دست 0 میشه و اون قاب عکس که از قبل 0 بوده تو همون فریم 100 میشه و شما اینو گذاشتین دیوار و تمام. دیگه کاراکتر میتونه برگرده بره. یه چیزی هم تو دستش نشون داده نمیشه، محو میشه. کاراکتر دستش صاف میکنه، مثلا اینجا حالا میان جلوتر، کاراکتر دیگه دستش صاف میکنه و منوپلیت دستش صاف میکنه و حالا مثلا اینجوری صاف میکنه و راهش رو ادامه میده دیگه. کاری بهش نداریم. تا قبل از این بیل داشته، قاب عکس رو داشته، محو میشه و میره جلو و کارش تمام میشه. حالا ما یه طور بیل داریم توضیح میدیم، گیج نشین. فکر کنید که حالا اینه. ما میخوام یه توضیح در مورد فالو پچ بدیم. ولی خب سوالی هم کرده بودم جواب دادم که بدونین که میتونید با این تنظیمات خود لایه این تکنیک رو بزنید و این قاب عکس رو گذاشتین روی دیوار، دیگه از اونجا بعد نیست. این روش میتونید یه قاب عکس رو دیوار بذارید. پس ابزار فالو پچ هم گفتیم و احتمالا یه چند تا ابزار دیگه و یه سه چیز دیگه هم بهتون آموزش بدیم. امیدوارم این آموزش مفید باشه براتون. قطعا که هست، چون اگر بخواید انیمیشن بسازین اینا نیاز میشه براتون. و حتما کامنت، لایک و ساب بزنید، حمایت کنید که ما امید داشته باشیم و انگیزه پیدا کنیم برای ضبط ادامه این آموزش.